هزاران بار شکرانه میکنم. بعد این یک 5 روز میگذره که الدی نمیاد، 10 روز میگذره نمیاد. بعد میرم نیست. این چند سال شد نه مرده شیفتم نه زنده شیفتم. زیبا به زیبا رنا به رنا یارم نشسته شیرین جان تنها به تنها تنها به تنها. صنف دو بودون که پدر ما از دنیا گذشت. مادر ما همین 6 نفر دختره کلان کرد به پدر. پسر نبود؟ یگان پسر نی، همش دختر. آیا دلبر کجایی تا با چشمم کم نمایی تا با درد من دوایی تو را دیگر نمیابم. با درد من دوایی تو را دیگر نمیابم. علیدین قریب 20 سال من کلام بود. اون وقتا محبت من نمیدونم، من عاشق نشدم. مجبوری دادن چی؟ نه مجبوری نبود. بناز مرود یارو در غم کاش سخته بیمارو کرته گلابی ببرد یار یار یاره دل برکی شوخی وفاداره. با یک دیدم به شما دل باید داد. از همونجا آغاز شد. بله نرو 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 جانم نرویه جانم نرویه. همین دیودم هست بخوانم را باور می از 20 بار او میخونم. شب روز شده ما خونده شدیم. حمدی بی حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز ما قرار داریم در داروخانه شفافرما. در داروخانه شفافرما داروی گیاهی از الاختیار شده هستند برای بزباله شدن، خراب شدن، برای درد پوچه، میون در ریوماتیسم و دیگر غیره ها و همچنین روغن سیادونه تازش میباشه خلاد عجیم. حدیث پیامبر است که بغرض از مرگ همه درد دواهای سیادونه دو نمود توزیع میشود. یک نمود دیگه گرم کرده روغنش میگیرن، یک نمود دیگه خنک میخواد روغنش میگیره. از همه خوب و بهترینش این همین خنک شد، یعنی که خلادنی عجیم فیلتر نو کرده تازه شما میتونید دسترس کنید. میدهاش هم هست روغن سیادونه را و همچنین سمیمون هست و دیگر غیره ها هست. ان شاء الله با باوری کامل میتونید از داروخانه شفافرما فرمایش کنید. Audio Jungle. سلام و درود به پایان حضور یکایک شما مخلصان و بینندگان برنامه‌های جالبی کانال تاجیکان گروپ. برنامه نوبتی چهره آشناس تقدیم شما و مهمان نوبتی برنامه ما هستند یکی از هنرمندان محبوب، بانوی واقعا هم خوش چقچق و خوش صدا و خیلی پرهنر، غنچه‌گل دولت‌وار. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامی خود را به بینندگان تلویزیون و مخلصان خودم میرسانم. سربلند باشه و تشکر میگیم به شما که دعوت ما رو پذیرفتید. و بینندگان عزیز، ما این زمان در یکی از باغ‌های فرهنگی و فراغتی دوشنبه عزیز باغ استاد فردوسی قرار داریم و برنامه ما همینجا ثبت می شود و بار دیگر مهمان رو خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. و مخلصان عزیز، ما هنوز به دنیا نیامده بودیم که شخصا من که بانوی هنر غنچه‌گل دولت و روی صحنه هنرنمایی میکردند و اکثر مردم رو میشناسند، ترانه هایش رو شنیدند و نسبتش محبت و احترام خاصه دارند. و نخستین سوال رو میخواستم اطراف اون کرده باشم که چی شما رو وادار نمود که وارد دنیای هنر گشته؟ تشکر زیاد. عبدالرحمن جان، من سال 86 1986 به حد خور بودم، روی صحنه برآمدم که اون سالا به حد برای روی صحنه برآمدن به حد دشوار بود. سالهای ناآرامی ها
نه سالهای نورمیو بعداً بود سال 90 91 91 92 سال 86 فکر سالهای وای بود که انا سیوز بگیم که به توجیکی سیوز بود نیکی به حد بشور بود نیکی من خور بودم انا روی صحنه سببی برای برآمدن من اما وقتا بستان بود اگر دریاتون بله بله بستانو بود من ای طرفی شهر قرغون تپه برآمد کردم شهر توزو شهر قرغون تپه بود حاضره بختر بله بله یکه خوندم ای همونجا روی صحنه من برآمدی من سر شد در اویله بودن نفرانی صنعتکار پدر مادر در اویله نه پدر بود پدری من روغلی سرا بود حکمت ریزا یک نظر کبود قطعی هم میخواندم و یاد دارید باری اول کدام ترانه رو اجرا کرده بودید؟ باری اول سرودی که سال 86 من خواندم فون تیلایی رادیوی تاجیکستان صدای دوشنبه بود همین زیادین نوزاد من 1 ساعت برنامه کرده بود برنامه برگ سبز بله شبی مهتاب شبی یاران یارم نیست جیگران بریانه همین سرود عجایب و تقریبا چند ساله بودید همون زمان ها انجا سال 86 باید یوش بودم نمیدونم 15 بودم 15 16 ساله نه خیلی 15 16 بودم و وقتی که جنگ شهروندی سر شد من میدونم که برای هنرمندان بسیار یک وضعیت نارام بود خطر داشت و در این سالها نیز شما فعالیت میکردید به توی ها میرفتید و میخواستم از این روزها کمی قصه میکردید برای شما شخصا همچون هنرمندی بانو چگونه بود؟ سلامت باشید عبدالرحمن جان این چند سال شد که من در روی صحنه ای خوردکی این حاضر 2022 هست موجی وحش اگر در یادتون باشد همون وقتا همین مشهور موجی وحش بود انسامبل استرادی گلشن بود سعودیون بود بله وقتی که نقشی که شد هم سالایی که 91 بله شد انسامبل ما 10 نفر زیادتر بودیم در انسامبل رهبر انسامبل احدین نورلوی بود بله هم رهبر بود استاد بود هم شوهر من بود خدا بشکر خیر یک دختر دو بچه بود و ایالدین یک دختر و یک بچه از شوهرتون با محبت برپا کردید نیکی اون وقتو محبت من نمیدونم من عاشق نشدم مجبوری دادن چی؟ سلام علیکم همه کسا اینک بازی دیمی ما سر شد لایک همون برادر جان حاضر التماس لایک شپلق قدی بزن و ماشینچوی زویره نگاه کن و بسیاریاتون دیدن که ما یکم بازی ما گذراندیم و ماشین را دادیم و با خواهش بسیاریا خواهش کردن که سویتسکی نمونه و ماشین این خیلی مونه. در بازی ما برادرها یک تا اوپل خجیبکی سویتش جیگاری گفت یک جان و یک تا دیگه BMW E34 بگیم میچتای لوبوی موجی. خیلی نختان دیده استین من چی بگم دیگه؟ این زویره برادرها ماتورش هم زویره 2.8 بسیار نمیخوره. M50 در همین کوزوف ای همه ماتور دیوانه‌ترین M50 6 سیلندره ای همه برادرها. نرخ بلیت 250 روبل. در بازی همگی دینیم 1000 بلیت. به غرض دو ماشین با 10 تا دیگه پریز 10 تلفن. بازی برادرها ماکسیمال چیز نمیگذره همون نموده که شما میخواین و در بازی یک مدتی که ما اکد اختراع آوردیم در اونجا 6 تا همچون داور
به همین خاطر شانستان بسنجین حاضی باور جان پاوزا که کارتایی که دیده 350 روبل پارتو چک شده در واتساپ روی که جاشته مومنتالی همون سکون بلیت بگی و شانس پیدا میکنی که این گاچه را خرید کنی. با 250 روبل میتونی که صاحب اوپل شوی یا BMW و با شانس داره که 10 تلفن دیگه ببری. باردارو ماشینچه‌تون این اینجا در ایستادگی انا حاضی بلیطتون بگیرین و چکتون در واتساپ روی کنین و ای همینجا بیاین نه ماشیناتون این اینجا در مستا روزی بازی میبینین این اینجا میگیرین میرین با خای چنگوشختون توزا میکنین چند تا بسنج بالا و لایک حتما التماس خواهش میکنیم لایک شپلاق شپ کنیم رحمت کنم. نه مجبوری نبود. وقتی که من برآمد کردم دوستان ده همین اهل دین ده همون تولار شتگی بود نگاه کردم همین یک سبد همین گلی که همین درونش ای همین دوخی و همین تمام ایشی بود ده. اگر دیوتون باشه خدا رحمتی احمد با بقلم بود. من وقتی سعود خواندم یکه غیر کنکورسی باور که نمیدونم همونجا خست اومد همین پشتم ده 3 بار خیلی زده این دختری دهات این اووزا بین گفت همین خیلی اووزا هست گفتم در همین قشلاق‌ها در همین پختچی نیو هست نه که همین خیلی نابود شده میرم. اینا را باید معرفی کنیم. اینا را باید ما معرفی کنیم یا باید کار کنن. ما آواز خدا دادیم. همه اهل دین نورلایف اومد و تبریک کرد. با یک دیدم به شما دل بایداد. از همونجا آغاز شد. بله. من نمیدونستم. با گفت اون چه گفت زیبی انسامبل من داری. من اهل دین نورلایف موجی وخشگو رو برش بسیار خوب. انا همون وقتو تلخوی منم قطیم بودم ده چه مثال من دخترک یوش بودم مثال پدر و مادرم همون وقتی که نصیحت میکنن میگم همین میبری خشرو میوری یگم مثال وای نشود چه خیلی بود همون دورو. بله و گفتم که خیلی نصیب بونه که انا وقتی که من در انسامبل شما بیام ممکن مرا بکشن. گفتم برای چی؟ ممکن دشمن پیدا شود. گفتم شما هم حافظه هم دارین رقصه هم دارین. گفت نه اون چه گفت انسامبل ده گفت تو نمیرسی شما زیبی انسامبل من داریم. من گفتم خیلی نصیب پدگی باشد. همونجا بعد شروع شد با یک تیر 2 نشان گرفتن. بله وقتی که بود کردیم میمونداری کردم وقت الدین خدا رحمتی الدین نورلایو زواج نمیخوان غایبانه میخوان این سوی سند. بله هر بود کردیم ما مهمانداری کردم بعد ما آمدیم به خانه. بعد 3 روز بود که همین ماشین زرلام خودشو به خانه را میوید خواستگاری. بله میوید که اوچه من بهت انا دوست میداره سنتر مادری من وقتی صنف 2 بودم که پدر ما دنیا گذشت مادر ما همین 6 نفر دختره کلان کرد به پدر. پسر نبود؟ یگم پسر نی همش دختر. وقتی اومد هرگین سراغ به سراغ اومد میگوید که خیلی خانه اون چگل دولت و چیزی که همسایه و همه میشناسن که من خانه مادرم ده بودم. انا کلخوز لینینگراد و چسکه چپایف بخش. بله همین در هوی میکنه و چند میگن ای اهل دین نورلایو فای گفته حافظ گفت نظم دیدگی من اومده گفت. خیلی میگه خاله جان من اومدم نوری دیده توجی سر گفت برای همین دخترت اومدم که سنتی اومده معقول شد آواز خوب دارد همین اگر ریزو باشه همین را اجازت میدادین و انسامبلی من در کار میکرد قدیما. درباره خواستگاری حالی نه صبر کن. با گفت که
صدقت میشم گفت. البته گفت من خودم گفت نغز میبینم اون شکلی که آوازش انا مقبوله میگم بچم یک جایی که مثال باشد که تو همه وقت سویابان داشته باشی. بله. وقتی که من اومدم با یک گپ زد روزی شدم و گفت که با اون شرطی با که ما با خواستگاری میکنم. چه آخه شما وقت زن دین گرفتن ممکن نبود که. بله. اون کسا زن داشتن؟ بله زن داشتن. بله. داشتن و یا زن داشتن فرزنددار بودن. بعد گفت که نکی من میگیرم. من گفتم من هم میگیرم تو. زن داره؟ زن داری گفتم کودک داری گفت که من چک دارم. خیلی که من نمیخوام که شما بیگانه شنده من تو دوست میدارم. من گفتم شما من کلانی و هیچ خیلی میشود. تقریبا چند سال کلان بودن؟ علیدین قریب 20 سال من کلان بود. من یوش بودم قریب 20 سال من کلان بودم. یکی نمیگفتی که همه ایمان 20 سال کلانم. به حد بزیب شروع خط بلند همه طرف خشرو بود. اگه نصیب ده من خود دوست نداشتم نمیدونستم اون وقت عشقی نبود. نمیفهمیدیم. بالاخره راضی شده. بعدی همه 20 روز بعد دلی من کو همه مهر بستم چه خیر با ریزا شدم من. کدام سال توی شده؟ همون سالوی وای بود. تازه من 86 وای بود 87 توی شده. توی شده. زنی اون کس میدونستن که شما زن دومی شوهرش شده؟ نمیدونستن. بعد فهمیدم. مناسبت شما چگونه بود؟ مناسبت من ناز بود. همه وای 4 دختر داشت بچه نداشت. هر کنسرتویی که ما میداد انا برآمد میکردیم با شهر قرآن بعد می اومدن همه ردی اول دمیشتن با بلیچ که من بودن یکی نمیدونستن که من نمیفهمیدم. خیلی بدی بخیلی نبود در ما. بعد خوشبخت‌ترین که با پای قدم من بچه دار شد. یه چگه بچه دار شدن. بچهش تیلا جان. یکی فهمیدن بسیار در زندگی خیلی نمیدونم اون چگه گفت اگر حضور باید باشه که من تو جدو نمیشم من شما رو ناز میبینم. چی فراموش نشونده بود برای من این لحظه که همین نمیدونستیم ما همین نقشیایی که بود ما میرفتیم معرکه میگفتیم که خیلی نوسانت کنیم. اخیراً برآمدیم ما همین بایده بود کوی بیشتر نوی عبدالرحمن جامی. انا حاضر مثال نوی عبدالرحمن جامی شده است. هم کوی بیش بود. خیلی رفتیم بچه من 2 ساله ایده نمیخواد 2 ساله ولی نمیفهمد. باور که رفتیم که همه خیلی محکم بوده. هم لحظه ایودی من نمیروم همه خیلی قبچو چندگی. گفتم اینو چیه؟ ایکو همه عبور یا کما. گفتم برای چی را هم محکم کردی؟ همه رفتم ادام موندگی. یک دلم وقت کرد و گفتم خیمو چی گناه داریم یکم وای نیست ما سند کنیم. خیمو معرکه رفته سودیم که و اهلین وای بدو گفتی اون چکل جان نترس موده یکم وای یا پر ندارم ما سند کنیم. خیلی رفتیم توی باور که این لحظه ایودی من نمیروم. توی رفتیم همین یه بود که همین پرون شد. همین سرودی که من خوندم شب محتوبه همین شب محتوبه 20 بار خوندم. همین یه سروده میخونید 20 بار. شبی محتوب شبی یارانای یاروم نیست جیگرام بریانای. و همین بخوام اگر دیاتون بشه همه عنصر دوش همون بس بود. بله. که با پفتار با همینه بخون میگردم همین خیال نگاه میکنم میگم بخون نه خانه روز تبین باور میکنی همین سرود میگه بخون ما دا محقوله همین من دیگه سرود ندارم میگم همین بخون چکل جون اکمن بخون. اهل دین
بناز مرود یارو در غمکاش سخته به مارو کرته گلابی ببرد یار یار یاره دل برکی شوخی وفاداره 20 بار رو میخونم باور میکنی همین چشمای من پری آب شده طاقت که میگه بود که شادروان استاد ظفر نازیم این لحظه یادم نمیره وایم بخوان او هم اومدگیه کدام سروده بگو نرو 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 جانم نرویه جانم نرویه همین دیودم هست بخوانم را باور می از 20 بار او میخونم شب روز شده ما خونده شدیم اون وقتا یک سوتکه توی میشد یک سوتکه که وقتا همه انسامبل زنده بود ما همین فناگرام نبود زنده میخوندیم سوید میمون همونجا علاوه میکردن یک بالون روشنی ما خونده شدیم با یک دایره و با یک دوتاره نه دایره و طاوله که اکاردیون چیزای ملی داخل باور که این لحظه فراموش نشونده بود باور میکنی وقتی که خیلی بود شد با یک سری بلند خدا را شکر گفتم ده رو پسرچه یکم قطیمه نیک یکم زیان ما نرساندن خودمون تلخه کف شدیم آمدیم توی همون قشو او جنمیوی که همین سوخوز ترمانیسان ده با یوم قپمون خطی اهل دین اومد بچه مای خدا حیرت دمون ده همین من میکنم همین یک گروپ همین گرد میکنم مونده همین میگم چی گپ همین اهل میگه ای برادر ما توجیک هستیم هممون یک ملتیم بله ما مردم کردستانیم نه همین حافظه را ما بینیم همین حافظه را بینیم ما همین یک صورت در دست شنایده یک صورت در دست شنایده مرا نگاه میکنه صورت میگه همین ما در کوره ای در طوری به تیر بود افت مدقت من که تلخه کف شدم تمام شدم هم میگه خون چگل فرو می فرون کنه تا درست لرزدی شدم نمی گریه دارم همین یک نگاه کردم که همین یک تشا نگاه کردم یک دندون داره که نمیشه خیلی کنوی وزیر هست وامپیره خیالم که هم وامپیره خدا او روزا را دیگه شما تیا پروردگاری همین انا میتری داره هم به قپ میگدم انا همین خدا رحمتی اهلین هم قپیده صداست من تا دق لرزده صدا میگه پیش بیارم همین ببینم میگه او را نگاه میکنم مرا نگاه میکنه او میگه که نه او میگه که موش استرشکه بود صورت همی را نگاه میکنه تماما دیگر رو دمه هزاران بار شکر گفتم ده اگر نه اونجا ممکن مرا همین قمی کردم همونطور هم قپیده شدم تین مورا تین خدا با شکر که اونجا هم خلاص شدم همین خلاص شدگی رفتم که ای خانه دیگه نبر اومدم هزاران بار شکرانه میکنم که یکم مثال به من یکم چی نشید همین حادثه را من دیدم و شوهرتون کجا شدن؟ شوهرم گفت که هنچه گل گفت نبرو گفت شوهرم در همون چستی خدارامتی فیضلی سعید اگر در یادتون باشه همونجا کار میکرد همچون هنرمند وقتی که مثال پروکنده شدیم این فیضلی مخلص بود مخلص همه خدارامتی شادروان اهلدین نورلایف بود مخلص من قطعی همون ده حافظه میکرده من گفتم که اهلدین تو چیکار میکنی در اینجا تو صنعتکاری همونجا کماندیرش مونده صنعتکار چخیره با همونجا کار کنه همون نگاهش میکرد داری بای من رفتم ده بعد یک 15 روز میام مرا خبر میگیره و میره خبر میگیره میاد یک 3 روز نامد دوست دیگه من خستم و چه ما گرفتم برفتم همین میبرم که میبرویم میبرویم میگه که بگه ماشین ده میشنه میگه هم چه کن اینجا هر خیلی آدم های گفت نه برو گفتم موقعی شما نیومدین علاقان شدم بیاد انا اهل دین گفتم خیلی ما صنعت کنیم بیو گفتم بریم اینجا
گونه من لوز کردم ایستادم گفت همین فیضلی به حد مرا گو اعتراف میکنه همه طرفا نگاه میکنه خیلی گفتن نمیشه و گفتم ده سیر اونو بسال و یک چی میشه گونه چگل گفت اگر گپی من تو بگیری گفت کو این همه حوزی میبرم همه رفتگی گفت تماما تو نمیبروی خونه تو برای چی؟ گفت که شما را پرسیده سودن که اهل دین نبودی یا حافظه داشتی کو و نمیدونستن که من اویله این مخفی بود بله بعد من گفتم که ها داشتم نکی حاضر نیست در تاجیکستان نکی من بودم در تاجیکستان او کجا ده او گرمانیا ده نکی من در خانه او چجان بودم هزاران بار شکرانه میکنم بعد این یک 5 روز میگذره که الدین نمیاد 10 روز میگذره نمیاد بعد میرم نیست این چند سال شد نه مرده شیفتم نه زنده شیفتم و همین نزویسی نبود شد بعدی چی بگو؟ بعدی خدا رحمتی فیضلی وقتی فیضلی نابود شد وفات کرد بعد یه هفته الدین نابود شد این نصیب تقدیر رو نمیدونم و اینو چگونه تحمل کردید وقتی شوهرتون رو گم کردید بانوی صنعتکار تنها موندید با 2 فرزند وقتی که من در حیات زندگی باور کن همه خیلی منم میگردونده همه خیلی خود باور کنید من همه شکرالی اوتو کردن نمیتونستم همه خودش میکرد همه نولای تیار ده سردوم تیار میکرد همه چی مرا تیار میکرد من سنده برآمد میکردم باور با فرزندور شدیم خیلی یکی با مهر دیگه میشه وقتی من تنها ماندم که همه خیال کردم که خیلی صغیره میشه هم خیلی شدم دل شکسته شدم من 10 سال 12 سال روی صحنه نبرآمدم برای که قناتی من همه طرفای من بود همسرم همون بود من شکسته شدم 10 سال 12 سال روی صحنه نبرآمدم درست دیگه و بعد از اون که شوهرتون گم شد تماما خط و خبرش رو پیدا نکردید دوباره به شوهر برآمدید اون وقتا فکر میکنم خیلی جوان بودید بله من جوان بودم خیلی بعدی اون به یک خلاصه اومدم همه به خاطر چی؟ به خاطر همه بچم گفت چه جان همه گفت دو درد داره گفت اپه داره گفت خواهر داره من ندارم گفت همیده یک دیلم چی شده به خاطر همون بعد با شوهر کردم شوهری کردم که خدا به شکر اینم با یک بچه دار شدم تیلا جان حالا هم یک جا زندگی میکنید بله خوشبخت هستی خوشبختم بله صنعتکار هستن یا اینکه نه این مخفی است صنعتکار نیست که این هم در آواز من عاشق شد نمیدونم و اون چه گل گفت من میدونم لیکن من در آواز شما عاشق شدم بله و بینندگان عزیز من فکر میکنم که از تمام سیر و اسرار پس پردگی هنرمند محبوب غنچه‌گل دولت و شما لکه معلومات پیدا کردید و بیاید اطراف صنعت هنر کمی صحبت میکنیم در مدتی زیاده 35 سال روی صحنه بودنتون چقدر سرودها پیشنهاد مخلصان کردید و کدام سرودها شما رو میان مردم مشهور و محبوب گرداند؟ سلامت باشین. سرودی که من در یکم خواندم شب مهتاب شب یارانه بله یارم نیست جیگران بریانه یا سرودی که اما اپای مارخسار استاد مارخسار چی میکردم اگر در عالمی روشن نمی بودی
زی تنهایی همه مردم تو گر با من نمی بودی چی میکردم اگر در عالمی روشن نمی بودی زی تنهایی همه مردم تو گر با من نمی بودی. سرودایی که بود در دل مخلصان من جو بود. یا سرود دستمال میدوزم، دستمال میدوزم دستمالی زیبا زیبی دستی یارم باشد تو فهمیدی هم برای یارم نزدش 100,000 باشد تو فهمیدی هم برای یارم نزدش 100,000 باشد. خیلی صدای شیرین. معلوم است که هنرمندی کسبی هستید و با نجیب الله سعیدوف خطا نکنم شما دویت دارید. با چندین هنرمندان همکاری شما با دیگر هنرمندان چگونه است؟ بیشتر با کی همکاری میکنید؟ اگر قلندری نجم‌الدین قلندر یک سرودی که من میخوانم قدیش یاد مشهور شد. زیبا به زیبا رنا به رنا زیبا به زیبا رنا به رنا یارم نشسته شیرین جان تنها به تنها تنها به تنها. اولین بیادی که هم نجم‌الدین قطی خوندیم و نجیب الله هم همکاری کردیم و بسیار صنعتکارایی که با نوردین صابیر دویت میخونیم. بله بله. بعد با هم وقتا دویت چخیل وای بود که زود میانی مردم مشهور میشه. بله. جو میگرفت چون که دویت های قبلی خیلی مضمونی بلند داشتن، آهنگ های کسبی بودن. بله. از عمق دل سروده میشد از جانب هنرمند. بله. و این زمان در اگان انسمبل دولتی کار و فعالیت داره؟ حاضر نه که من 12 سالی که برآمد نکردم باور کنید. همون وقت اهل دین گفت که بعد سری من چی حادثه‌ای که میشود غنچه‌گل نام انسمبل گم نشود ترکی صحنه نکنید. گفتم برای چی این خیلی میگم؟ این فهمیده بوده خودش مثال بایشه فهمیدگی بوده من نمیدونستم. حاضر اصل 21 همه چی را میفهمم. ما نمیفهمیدیم. بعدی بخیلی دمو نبود. روی ترک صحنه نکنید. 10 سال 12 سال برآمد نکردم. یک در خوابم در آمد میبینم میگه همون خیلی گیتار در دست شایدن نمخته ساده هم گیتار مرا میتیه میگه من چگه روی صحنه برو نامی موجی بخش گم نشود. بله. که در انسمبل دیگه یگم کس نموند خیلی اما نابود شد. اسمت رو رحمت خود که من دویت میخوندم قدیش هم دارو. بعد همین من برای من بهت دشوار بود. من با انسمبل اثر نو زنده کردم. البومی که من برو آوردم 2003 بود. همون وقت اگر در یادتون باشه گلی محتوب بود کو؟ بله. گلی محتوب بود. همین برنامه چقدر برنامه ناز بود. سنگلی میرزایف برآمد کرد و بعدی اون من روزی زاد روزم بود 15 ینور. این فراموش نشونده بود. وقتی من کانسر ماندم بعدی 10 سال 12 سال من گفتم که ممکن همین مخلصای من فراموش کرده باشن. همین دیلم کو همین تپ میکرده. گفتم همین 10 آدم میشود یا نه. رحمت الله را گفتم ده گفتم چگل بود خیر رولی که سر دودو گفتم که خیلی نمیدونم. توکل به خدا گفتم ممکن گفتم یا خیلی خداوند گفتم خودش مخلصای من اگر من فراموش نکرده باشن میویم. باور که این لحظه هم فراموش نشونده بود برای من. همه زل پر شد دیگه. رحمت الله گفت خونچگان گفت دیگه جو نیست. یک 20 نفر دیگه دامو پشتی در موندیم در یکم کانال بود برنامه موندیم. همه خیلی زل پر شد که
من اخیل ندیده بودم پول با هم قیدگاه بود من این من فراموش نکردم مخلصم و شما آدمی هستین که شخصی هستین که فراموش نمیشین در دل خلق هستین ماندین میمونین همون سرودا بود حالا به توی ها میروید فکر بله بله به توی ها میرویم معرکه ها میرویم همون جمع همون بالای صحنه اگر دریاتون باشد من به خارج سفر کردم شعری که من خواندم برای انا خاطره و خاطری شد روان اهل دین مولایی بله ای همین سر کردم در گلی مهدو همین من در دوبای سیونکا کردم یک 3 تا سردم اگر که ممکن باشد 4 مصرع بله باشد با مخلصان خودم توفه آیا دلبر کجایی تو با چشمم کم نمایی تو با درد من دوایی تو را دیگر نمیابم با درد من دوایی تو را دیگر نمیابم وقتی که من همین را میخونم باور میکنی لرزه میگیره همین کارتقم پر میشه بله از علم این فراموش نشونده بود بله و بینندگان عزیز مهمانی برنامه چهره آشنا هستند هنرمندی محبوب و شناخته که خیلی صدای فارم و گوشنواز دارند غنچه‌گل دولتوه و چی نقشه و نیت ها دارید در آینده نزدیک خدا خواهد ترانه های نو کلیپ های نو بله انا ارزویی که دارم که یک کنسرت خودم برای مخلصان خودم پیشکش کنم بله با ترانه های نو البته بله با ترانه های نو سرودی که من نو ضبط کردم دوی خطی نوردینی ثابت کردیم یکی به هر حال کهنه هم بود همین چیزا انتخاب کردم بگم چگو همین با شما موافقم بله ما با نوردینی ثابت همین هم موازی کردیم اگه این مخلصان به ما میتیم بله ما نه و کدام ترانه بود گل به دامان تویم گل به دامان بله خیلی ترانه محبوب همین سرودی شادروان خدورامتی پای نگینه رو پاوه بله قطعی عزیز وهاب میخوندم نمیدونم که اولی بیا انا باشن یا نباشن نگی در یادم نیست بله و تشکر میگویم به شما برای یک صحبت جالب و صمیمی و از لحظه های جوانی خود به مخلصان قصه کردید و در آخر برنامه به مخلصان خود و بینندگان برنامه ما چی تمنیات دارید؟ گفتنیم که هزاران بار شکرانه میکنیم شکرانه تنجی امانی شکرانه میکنیم که دولتی سری ما برای سرمانده هست بله امانی رحمان بله یک تنجی امانی باور کرد تاجیکستان بهشته بله ما آزاد میگردیم آزاد نفس میکشیم هر یک لحظه اون وقت این خیلم نبود بله باور کرد پاریژ شب باشد روز باشد ما آزاد میگردیم تماشا میکنیم هزاران بار بگذار که اخیرا سخنی من به شما عبدالرحمن جان تشکر زیاد که منو دعوت کردیم من سخن شما را در زمین نموندم زنده باشه ما آدمای کادرای سیوزیم کو باور که وقتی که وعده کردم به وعدم وفا میکنم بله با شما صحبت کردن و خوردن برای ما افتخار است برای ما یک کیفیت یک الهام تازه میبخشد واقعا هم تشکر زیاد و بار دیگر تشکر میگویم به شما که در برنامه ما شرکت ورزید و با مخلصان خودم یک جهان تشکر میگویم با نصیب پدگی باشد من کنسرت خودم با البوم نو برای شما همچون توفه میکنم زنده باشید با سرودای نو البته ما انتظار میشویم
و بینندگان عزیز، مهمونی برنامه چهره آشنا بودن هنرمندی محبوب، خوش صدا و خیلی خوش صحبت غنچه‌گل دولتова. خیر تا برنامه های دیگر، سلامت و پیروز باشید.